همش جنگ بود. مثلا هر چیزی تازه شما بخوای بگی کسی نمیاد پولشو بده مگه ببینه نمونهشو. یا بخوای یه کارهای تازه یه کارهای دیگه بکنی مثلا پنجره وسط نذاری، مثلا کنار بدی یا پله آزاد بذاری. به هر حال وقتی بخواید یا مثلا دوپلکس بسازی اینا بالاخره او زمان شاید فکرات جدیدی بود. یه قسمت های ارتفاع کم بگیری، ارتفاع رو کم بگیری، اینا هیچ کدام قابل قبول نبود. و معمولا شما میدونید که مردم بیشتر به معمارای محلی اعتماد دارن. شاید هم الان تا حدودی خیلی که شهر ایران اونجوره، حتی هر کی پدر مادر خودش رو برسه اونا رو بیشتر قبول داره تا شما بخوای معماری کنی. بعد به هر جوری انجام بشه باز اگه خوب بشه به نفع به اسم اونا میشه، اگه بد باشه که پای مهندس میفته. مثلا بوده کار من خواستم توش مثلا آجر کار کنم تو اتاق سالن، از اون به واسه که حرف زدم هستم بیرونم کردم. به نظرم تو جامعه 3 تا رشته هست که حساس. یکی اول قضات هم که با جان و مال مردم درگیرن، بعد پزشکان که با جان مردم، بعد اون معماران که اونم با مال مردم. یعنی دست اونا حالا تا خرابش کنن خوبش کنن چه کارش کنن. به نظرم یه جامعه بگیری این 3 تا رول حساسی دارن. بعد اصولا اینجا تدریس معماری یه جوری اصلا نمیشه تدریسش کنه، چون اینقدر وسیعه. هر شما یه دستگیره بگیری خودش میشه یه رشته، چراغ بگیری خودش میشه یه رشته. اینه که به دانشگاه یه برداشت چیزی به آدم میدن که هر چیزی یه مختصر برداشتی میکنه. ولی خود آدمه که بیا حالا هر کی یه رشته یه چیزی بگیره به اتکای خودش و مطالعاتی که میکنه و زحمتی که میکشه شاید بتونه. تازه بعدم که میگه با تکنیک برمیخوره باز به مشکل تکنیکی میخوره، باز میبینی اونم خودت باید بری وایسی درست کنی پرورش بدی. بعد میبینی فاصله هیچی نیست. مثلا آخر سر میرسه یه مهندس معمار و یه کارگر ساده. بیشتر احساسات اینجا جوری بوده ما نقشه داشتیم کسی نبوده نقشه بخونه، یعنی فرم اینجوری نبوده شما نقشه بکشی بدی یه پیمانکاری یا معمار محلی. مثلا ما بیشتر خونه اینا شروع شده کار ما، مجبور بودم خودم برم توضیح بدم، به تدریج یاد گرفتم دیگه اصلا برم در محل بگم، چون اون کسی نمیشد که بفهمه نقشه طبقه بالاش چجوری می عقب مومه جلو و ارتفاع چقدر، یا پنجره میخواستی بیایی دوجه داره درست کنی یا بالاخره با هوش کروتنازه کنی یا پروفیل های معمولی که موجود بود و زمان استفاده نکنی. تمام اینا رو باید بری وایسی. الان این نمونه اینا رو مثلا تمام رگاشو باید وایسی.
مثلا میبینی الان اونجا تمام درسته رفته، اول رو رفته، بعد از اینجا اینا وجود مثل کاغذ شطرنجی شده، بعد مثلا گفته شده 4 تا موزاییک وجود راه آورده. فرهنگ ایرانی بدجوری ازش سوء استفاده میکنه. مثلا فقط خیلی با یه چیز مردم فریب میدن که خیال میکنن با قوس و با قوس دادن و آرک درست کردن و اینا او شد فرهنگ ایرانی. در صورتی که شما کارهای معمار خوبه ببینین، میبینید فرهنگ ایرانی اصلا گرفتن بردن درست کردن. مثلا شما کار لوکوربوزیر رو اگه ببینید، مثلا دقیقا یه خونه ای داره که یه ایوانه، یه طرفش 2 طبقه است، یه طرفش 1 طبقه است، عقبش هم یه واحدیه، وسطش هم یه پنجره داره. این کار ایرانیه، مال ایرانی 2 تا به هم چسبیده، او هم نصف اینو گرفته. یعنی اگه خونه‌های همون هر جره بگیری، معمولا این طرف ساختمان بود، اون طرف ساختمان، وسط ایوان 1 2 تا یا چند طرف ستون بود. حالا یه از وسط بریده، یکیشو کرده اون معمار. حتی اینه در آپارتمان هم به کار برد. یا اکثر شما هر کاری ببینین، فرض کن معماری ما قدیم اینجور بوده، خانه اندرونی بیرونی اون حریمه بوده، هنوزم به نظر من باید باشه و هست. منتها حالا هر جور زمین میخواه، هر شرطی باشه بعد اون رعایت کنی، یا اشراف به خانه های دیگه. اگه اینا رعایت کنی میشه فرهنگ ایرانی. یا برداری پنجره قوس بدی که اصلا ما وجود چیزی نداشتیم در بیرون، اگر هم داشتیم درون داشتیم. شما هر خونه جایی ببینی، هر خونه هر جا رو ببینی فقط در ورودی داشته، چیزی دی از اون نمیدیدی، بقیش داخل بودی. حالا حوض و حیات سازی و بعد حالا ما او کار آمدیم در اون گراست میم بیرون، فقط یه منظور یه تظاهره بیشتر نیم. واقعا چند وقت پیش میدم مثلا فرض کن حالی قاپوه اصفهان و قسمت بالاش رو برداشتن، حالا این دفعه آوردن گذاشتن پایین. نه کار ایرانی، ولی معلوم بود کسانی که آمدن اونجا رو دیدن از این برداشت کرد. ورودی دقیقا یه ساختمانی شد و قسمت بالای حالی قاپو که اصلا معماری به نظرم جا به جاییه که شما یه سری وسایلی داری، حجمایی داری، اینا رو بزرگ کوچک میکنی و جا به جاش میکنی. ولی اصلش اینه که اول راحتی باشه توش، بعد استحکام و بعد زیبایی. خانه بری یکی میسازی میبینه نصف وسایلش حداقل عوض میکنه، معلومه که تاثیر میکنه. وقتی وسایل عوض کنیم یه جور دیگه زندگی میکنه. من حتی یه خونه سرا دارم، همین آقایی که الان دیدیم با هم قبلا یه خونه سازمانی می نشست و اینا، اون هم که دیدیم چجوره تا اتاق و یه دوال دشت و یه حاله دیگه حد هست. بعد مدت ها اونجا بود تا که شرطی شده یه خونه ساخت. حالا یه خونه هم ما ساختیم، بعد هم نی، یعنی تا سالها دیگه خانمش خانه اصلا در نمیمد. خود من نمیدونم چجور میشه حقیقت. گاهی حجمه، باز میری تو حجم اینه، اونو که فکر میکردی اینه عوض کنی بهتره. نمونهش اینجا دی، من میخواستم این جلو اینه نگیره، دوست داره داریش منطقه اون کجی ها همون ریسینگ ها که تو گم شد اون وقت معلومه دوست داره داری او هم لابراتوار. خب اون برم آدم یه مقداری فکرم هسته، او برم میبینی که اینجا مدرسه دختران است، او برم نمیشده پنجره بذاری تو خیابان بوده. ناچار من که بالاش شیب کردم، بالا آفتاب گرفتم. او طرف هم نمیخواستم جلو کلاس ها رو بگیره، ای طرف هم باز میخواستم. سرایدار معمولا حساب نمیکنم، ولی به نظر من هیچ سرایدار و آدم ها با هم فرق ندارم. برای هر کی هرچی فکر میکنی بعد یک سال فکر.
اون که تا اونجا که میرسیم یه حیات خصوصی، بالکن، کسانی میخوان بیان مستقلا، بالاخره آشنا فامیل دارن، رفت آمد دارن، بیان برن، لازم یه نیم نگاهی هم به اینجا داشته باشه. حالا شناخت دارم، ولی بعضیش هم که نداشتم خیلی زحمت کشیدم. حالا اگر شده به وسیله کتاب شده رفتم موزه دیدم، نقاشی میکنم، مثلا همه چیز با معماری هستی و حداقل موسیقی بدانی، بشناسی، نقاشی بشناسی، مجسم بشناسی، گرافیک بشناسی، حالا اینا جدا و خود معماری هم